و اینچنین سحرگرها و فالبینها آنهایی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که فیلقیها علی لسان الساحر او الکاهن فیکذب معها 100 کذبه متفق علیه. جنها شیطانها با فالبینها علاقه دارند. همان قدر که کفر شرک اگر فالبین و سحرگر زیاد شود همون قدر علاقهش با جنها مستحکم می شود. همون قدر که کفرش اگر زیاد شود همون قدر گویم چی است؟ شهرتش نیز زیاد می شود. چون که اعلان کننده گفتی گپا ریکلام کننده آنها جن و شیطان ها می شود. به گوش مردم می رسانند که فلان فالبین رفته است چیزی گمشدگیش یافته است. فلان فالبین رفته است سبب همون که فرزنددار شده است، سبب همون که دخترش شوهر کرده است، سبب همون که کارش برار شده است، سبب همون که شوهرش از دیگه کشته گرفته است، سبب همون که گویم فلان فلان. نکیم نمیداند که 99 نفر یا 999 نفر رفتن به جز گناه چیزی دیگر گرفتن آمدن و ایران نمیگوید. پیغمبر گفتن که از همه دروغترین مخلوقات این سحرگرها هستند، فالبینها هستند. وقتی که شیطان یک گپ را میبیارد یا جن یک گپ را میبیارد شنیده ایس انسان همون به 99 تا گویم قش کرده 100 تا که بیان میکند. برای همین هم این گمراهترین آدم‌ها هستند. و اینچنین سحرگرها فالبینها با راه حرام مال مردم را جمع کردن را دوست می‌دارند. برای آنها از همه محبوب ترین چیز مال است. به خاطر کسب گویم پول کار کردن این چیزها را میکنند. با قرآن کریم نظر کنیم که از صفت آنها خبر میدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم و انکم لمن المقربین. وقتی که فرعون تمام سحرگرها را جمع کرد، سحرگرها نگفتند که ای فرعون تو پادشاه مصر هستی، ما به خاطر امنیت و آرامی کشور خالص کار میکنیم. نگفتند. یکمین شرطی که از جانب سحرگرها شد چی شد؟ گفتند که اگر ما غالب آمدیم برای ما مکافات هستمی؟ چند پول میتی؟ ما همونقدر عذاب میکشیم، همونقدر مشقت میکنیم، همونقدر مردم گوییم طرفی تو جلب میکنیم، ما چی مکافات است؟ فرعون چی گفت؟ قال نعم، گفت که آره برای شما گفت مکافات است. و چی مکافات است؟ گفت که و انکم لمن المقربین، شما از نزدیکان من میشوید. همین تخت من دوامش میشتگی آدم ها میشوید. شما وظیفه میتیم، شما پول میتیم. بعد راضی شدم. این از صفت سحرگران گویم فالبین ها که چقدر آدم ها را پولش را راه حرام که میخورد. بگه بید بس فدا بید حالی خبر نآمده است یا فلان نشده است یا فلان داروی میگه داروی که یافت نمیشه حتی من خودم مییابم، یا فلان حیوان میگه که حیوان یافت نمیشه به پولش تید من خودم وای میکنم، یا برای غیب کشاده میگه فلان مقدار پول در کار است، سونی جینی من کار میکنه، سونی شیطانی من کار میکند. پول چیز رونده است، باقی نیست. ممکن یک نفر هزارها دلار صرف میکند لکن هیچ مقصدش به نمیرسد. لکن از همه چیز قیمتتر چی است؟ ایمان هست. ایمان رو، دینش رو از دست میدهد انسان. این مال چیز دنیا هیچ است که همه چیز را مانده میروید. یگان نفر نیست که لباسی زینتش که رفته باشد، یگان نفر نیست که با عنوانها پگانش رفته باشد، یگان داملای شیخ نیست که با سلو و چکمنش به قبر گذاشته باشد، یگان نفر ماشین و سیفش را همراهش نمیبرد. مال چیز دنیا را میمانید، میروید. اگر نصیب باشد با کفن میروید. اما افسوس امروز صاحبای مال شخصهای با عزت شده ماندن. مالدار و کمبغل را فرق میکردگی شده ماندیم. کسی صاحب مال و ثروت باشد با او سلام دادن، احترام کردن، دقت شدن مشاهده کرده میشود. اما یک برادری که پرهیزگار، خدا ترس، حلال و حرام را فرق میکند لکن کمبغل هست با او سلام های عادی.
و همون هم تا سلام ندهد شاید جواب نگرداند. مقصد گپ در سر مال دنیا نمی رود، در سر آن می رود که انسان دینش را از دست می دهد، ایمانش را از دست می دهد،